لحظه اولی که پامو بستم به اسنوبوردم احساس کردم یه قسمتی از بدنم که گم شده بود و پیدا کردم. واقعا یه احساس کردم المنتم و یا اون چیزی که مال من بوده ولی گمش کرده بودم و الان پیدا کردم. عاشق این ورزش شدم. دوستان فکر می‌کردن میگفتن اگه ما بهت یاد نداده بودیم باورمون نمی‌شد الان فصل اولت داری اسنوبورد می‌کنی. با توجه به سختی‌های زیادی که داشت، واقعا اون موقع زیاد کسی اسنوبورد نمی‌کرد، اونقدر چند تا دختر بودن که اسنوبورد می‌کردن، مربی خاصی نداشتیم. Mona Saraji is the only athlete that has taken part in Europe's Freeride World Qualifier Games, not just from Iran, but from the Middle East this year. She was ranked 4th in that event and is determined to compete in the Freeride World Tour Championships. یکی از دلایلی که اگر تو این ورزش به جایی رسیدم اون علاقه شخصی من به کوهستان و برف بوده. علت دومش این بوده که وقتی روی کوه‌ها و توی برف‌ها به اون چیزی که خیلی بهش علاقه دارم به عنوان یه زمین بازی میتونم ازش استفاده کنم، یه احساس آزادی عجیبی بهم دست میده. به عنوان یه انسان احساس برتری بهم دست میده، احساس میکنم میتونم غلبه کنم به یه نیرویی که نیروی برتریه و من بهش میگم زندگی کردن روی لبه. Mona has received her international snowboarding certificate from New Zealand and she's the only international snowboarding coach in the country. In 2013, she was also the first to surf in Chabahar, Iran's only ocean port located in the southeast of the country. تو دانشگاه گرافیک خوندم و هنر خوندم. ممکنه فکر کنی خیلی بی ربطه به کاری که دارم در لحظه میکنم، ورزش، هنر، ولی به نظر من اول از همه زندگی کردن یه هنره. هنر زندگی کردن رو باید بلد باشی تو ازش لذت ببری. بعدش هم ورزشی هم که من میکنم یه جورایی به نظر خودم هنره. خلاقیتی که توش میتونی به کار ببری و همه اینا بی ربط نیست به رشته تحصیلی و به دید و نگاهی که از زندگی داری. اگر هنر خونده باشی دید متفاوتی داری، میتونی اون دید رو به کار ببری تو همه قسمت‌های دیگه زندگیت. من دارم اون رو ترکیبش میکنم با ورزش. آدم میتونه از این همه ایستادگی و استواری که تو کوه میبینه الهام بگیره. وقتی اون بالا وای میسی و پایین رو نگاه میکنی احساس کوچیک بودن بهت دست میده و تازه میفهمی که چقدر تو دنیای اطرافت کوچیکی و وسعت اطرافتو درک میکنی.